روزگیری امروز هم الله برای او یک روز روز عید برای او قرار داد. الحمدلله امروز او را احساس میکند که احساس عید یک روز خوشحالی، یعنی بنده مسلمان یک روز عید دارد. الله سبحانه و تعالی برای رمضان برای بنده حدیث پیامبر صلی الله علیه و سلم که دو خوشحالی دارد. یکیش این که وقتی که افطار میکنم خوشحال میشود، وقتی افطار کردنش یعنی طعام یعنی لذتش مثل خوشحالی میشود. وقتی که آدم گرسنه باشد یک عصبانیت یک ناخوشی دارد. الله سبحانه و تعالی این ماه هم ماه تقوا قرار داد، یعنی گرسنگی در خودش میگیرد. ای حرام کرده‌های الله دور میکند میشود. میگه به حقا در همین رمضان هم باشد چیزای نامحرم نامعقول تماشا نکنم و تقوای الهی چون نزدیک میکند. هر یک چیز برای خودش یک درس دارد و الله سبحانه و تعالی ما را به این رمضان یک درسی یعنی یک حجت برای ما قرار میدهد. این حجت تقوا برای الله است. الله سبحانه و تعالی الحمدلله ما هم این ماه یعنی سپری کردیم. بعضی بنده‌های آدم که به این هم نرسیدند از جمله پدر ما